بینندگان عزیز خوش آمدید به نشر اولی برنامه اخباری آزادی در سال 2022 که همه روز در همین وقت و ساعت پیشنهادی شما می شود. امروز 3 ینور این موضوع ها را بررسی می گیریم. برفی سخت حرکت در مسیر دوشنبه چنوخ را مشکل کرده است. شرکت ایرس از سر وقت توزیع شدن راه خبر میدهد و رانندگان از مشکلات میگویند. نیا چهار زنجیر خطونه حال زور تروزو و میره با یا سوم ارزونه با میگم قیمت چیده هم حال همین زنجیر بندی. نزدیکان یک جوان تاجیک تبار مقیم قرقیزستان که به 20 سال زندان محکوم شد گفتند نمیتوانند به حولیشان برگردند. از خانه استقامت ما نصف جمهوری قرقیزستان گرفته رفتم با 3 نفر فرزندم. نصیبت آنها با ما هم خیلی بد بود. و شیوه معالجه معتادان مواد مخدر از سوی طالبان در افغانستان بحث برانگیز شده است. 95% اینها معتادانی هستند که در قبرستان ها، کنج و کنار شهر، کنار راه ها میخوابیدند و 3-4 روز هم نان نداشتند. بریدن برف زیاد حرکت در روی دوشنبه چنوق یگانه مسیر به شمال کشور را مشکل کرده است. شرکت ایرس که مسئول نگاهبینی را بوده برای این از رانندگان مبلغ میگیرد در خبرنامه گفت حرکت بعضی نمود نقلیات را موقتا منع کرده است. برخی رانندگان نقلیات بارکش از کار شرکت ناراضگی دارند. همکاران مول رجب و براد یوسفی به این راه رفتند و وضعیت را از نزدیک دیدند. اینجا کیلومتر 53 راه دوشنبه چناق در حدود ناحیه ورزاب است. نزدیک 2 روز است که برفریزی در اینجا ادامه دارد و در کنارهای راه برف تا 1 متر و حتی زیادتر از آن رسیده است. راه تازه است اما نقلیات های گران حجم از جمله نقلیات های بارکشی فور حق عبور از راه را ندارند و تنها نقلیات های مسافرکش اجازه عبور از راه را پیدا کردند. درخواست ما همین است که جای که من قدمی باشم مقصد پیشکی بگن که مقصد شوفیورا جای معین کنن یا جای پیش از خونه یا جای مقصد آبادتر دا من کنن. خود و خورد نشم بالا میریم بعد البته اوجونه قدم میریم. مسئولین شرکت ایرس از رانندگان درخواست کردند تا در راه قاعده های حرکت در راه را رعایت کنند. راه دوشنبه چناق یگانه راهی می باشد که شمال کشور را به مرکز پیوست می کند. همه سال در فصل زمستان این راه تقریبا چنین احوال دارد. رانندگان بعضا شرکت ایرس را برای آن تنقید می کنند که سری وقت راه را تازه نمی کند، اما مسئولین این شرکت پلچینک گفتند که همیشه راه را تازه می کنند و تلاش دارند راه همیشه باز باشد. نیا 4 زنجیر خطونه حال زور تروزو و میره با یا سوم ارزونه با میگم قیمت چیده هم حال همین زنجیر بندی همین 4 زنجیر خطیت یل فرونده یا با توز کنن نمک زنن انا موقع دیگه ایگم شکایت نیسته مهم زنجیر بند همین حال زور بینه نه ما دیقو میفرم ولی با دتا تروز 200 چند سامویی و چند سامو. فعلا بعد از کیلومتر 52 تا درآمدگاه نقب استقلال احوال چنین است. برفریزی خیلی زیاد است و هرچند ماشین های شرکت ایرس راه را تازه دارند اما ظاهرا این کافی نیست. ماشین ها بسیار با مشکل از اینجا عبور میکنند و معلوم نیست که این وضع تا کی دوام میکند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی ورزاب. یک خانواده تاجیک مقیم قرقیزستان میگوید که دیگر از ترس نمیتواند به جای دویمه زیست خود یعنی دهه بربودوک برگردد. پسر این خانواده را با اتهام شرکت در مناقشه های خونین ماه اپریل به سالهای طولانی زندان محکوم کردند. همسرش و پدرش اکنون دیگر جایی برای رفتن ندارند و ناچار در تاجیکستان ماندند. فرزان محمدی گزارش میدهد. 3 ماه باز رامده نمیتونم مثال سببش چیه میکنم بروید پاگرانیشنیکوش از مثال میقفل یا انی تاجیکستان میقفل میستاد نمیخیل نمیبرویم ما چه اشترافی کلام کند ما اگه جو میتونم آماده کدام چیزی 2000 قریب قرضدار شدم تا همین روزی که همین قبضگی پسرم. به قول عبدالعزیز یونسوف آنها بیش از 30 سال باز در دهه بربردوک ناحیه لیلک قرقیزستان مقیمی هستند و برای زیستشان در قید دولتی بودند. در گذشته باری هم قانون شکنی نکرده و از جانب پلیس عام کشور بازداشت نشدند.
ولی پس از مناقشه ماه اپریل و می بین دو همسایه کشور فرزند خانواده به غارتگری و جنایت بر ضد صلح گناهکار دانسته شد. ما را سنه 17 می سال 2021 از خانه استقامتمان نصف جمهوری قرقیزستان گرفته رفتم. با 3 نفر فرزندم. فرزندان من ترسید، من خودم هم ترسیدم. تا شبانه آمدن همچون ما گروگان در آنجا بودیم. از تلفن اسکر یونوسوف یک عکس با داشتن سلاح و از خانه‌اش چندین تیر پیدا کردند که پیوندانش میگویند اینها به او تعلق نداشت و یک عملی برقصدانه بود. نزدیکانش میگویند خود اسکر یونوسوف در تالار دادگاه به بیگناهی خود اصرار ورزیده و طلب آزادیش را کرده است، ولی از جانب دادگاه قرقیزستان اول به حبس 1 عمری و بعداً به 20 سال زندان محکوم گردید. طول 7 ماه بازداشت او مراجعت‌های پی در پی پیوندان نتیجه ندادند و زندگیشان به مشکل مواجه شده است. از آن روزی که دامادم قپید جمهوری قرقیزستان، دخترم با نوه‌هایم با 3 نفر نبودم در خانه من زندگی میکنند. فرزند دومینش دیدم که مغزش نشد. شب‌های دراز ما بیخوابی کشیدیم. دختری نشان دادگیم نموند. دهه بارباردوک قرقیزستان و جماعت خیستیورز تاجیکستان را یک کوچه از هم جدا می‌کند و قسم زیادی باشندگان این دهه هممرز تاجیکستان تاجیکان هستند. چندی از آنها شهروندی قرقیزستان و روسیه را دارند یا برای زیست در قید رسمی هستند. ولی پس از مناقشه اخیر مرزی قسمی از آنها کوچ بسته و چندیشان به حبس گرفته شدند. حالا در زندان‌های قرقیزستان 5 نفر تاجیک تباران مقیم دهه بارباردوک ادای جزا می‌کنند که 3 نفر آنها شهروندی دارند و 2 نفرشان در قید رسمی قرار داشتند. گزارش فرزان محمدی بود. در مناقشه مسلحانه ماه اپریل سال گذشته در مرز دو کشور 19 شهروند تاجیکستان و 36 شهروند قرقیزستان کشته و 10 نفر دیگر از دو طرف زخمی گردیدند. مناقشه برای یک پارچه بحث برانگیز زمین صورت گرفته بود. برنامه اخبار آزادی رو ادامه میدیم. یک پروفسور توجیک قانون نوی عهدهداری حربی را که سال پیش اصلاح شد سخت تنقید کرده و آن را مخالف سیاست‌های دولت و برای منفعت‌های ملی زیان‌آور نامیده است. پروفسور عبدالرحمن قربانوف سردار ریاست تحلیل مسائل اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژی در یک سخنرانی گفته است به سبب همین قانون که دیگر عنوان جان را از خدمت آزاد نمی‌کند جوانان زیادی از تحصیل دلسرد شدند. همکار میرزونبی خالقزاد متن معروضه پروفسور عبدالرحمن قربانوف رو دید و حالا در استودیو درباره من است. درود بر شما. خب نکات مهمی که دانشمند توجیک در معروضه خود آورده است کدام هایند؟ بله شرا در حقیقت من این متن را دیدم. در این معروضه که در عموم درباره سطح تعلیم و تربیت و معارف در تاجیکستان است، عبدالرحمن قربانوف مؤلفان قانون درباره عهدهداری حربی را که روز 29 ژانویه سال 21 یعنی سال گذشته قبول شد با یک لحن سخت تنقید کرده و گفته است قانون خلاف منفعت‌های ملی از جهت امنیت ذهنی است و یک ضربه جدی به تشکل و رشد عقلانی و ذخیره‌های ذهنی می‌زند. برعکس قانون‌های قبلی، حالا بر اساس قانون سال یعنی گذشته مقامات حق دارند مثلا یک عنوانجویی را که به تحقیق مشغول است، یک عالم جوان را به ارتش برند و تحقیقش نمکاره ماند. و گفته پروفسور بعد قبول قانون مذکور آبروی دانشگاه‌ها و میل جوانان برای تحصیل در مؤسسات تحصیلات عالی کاهش می‌یابد. به سبب همین قانون به گفته عبدالرحمن قربانوف از میان تقریباً 65,000 نفری که از امتحان گذشتند و دانشجو شدند اندکی کمتر از 12,000 نفر به درس نآمدند. به گفته وی به خدمت حربی جلب نمودن محصلین ماجستراتور و دکترانتور برای ساحه علم و معارف خصوصا امنیت ذهنی کشور عاقبت‌های پیشگویی نشونده و فلاکتبار خواهد داشت. آیا دانشمند توجیک پیشنهادی برای اصلاح وضع کرده است و یا فقط مشکلات را بیان کرده است و خلاص؟ بله ببینید شالا عبدالرحمن قربانوف مؤلفان قانون درباره عهدهداری حربی را تنقید کرده، گفته است البته آنها میخواهند تاجیکستان یک ارتش توانان داشته باشد ولی این ارتش را نباید از حساب ویران و ضعیف کردن نظام معروف علم و تعلیم و پرورش بسازند.
به گفته او به علم و معارف پیشرفته تشکیل ارتش پیشرفته هم ناممکن است. یعنی برای تن سالم، عقل سالم، روح سالم لازم است. در معروضه پروفسور آمده است که وطن را تنها با اسلحه حفظ نمی کنند و برای محافظت وطن نسل روحن و جسمن سالم ضرور است که این را سایه معارف تندرستی تامین می کنند. عبدالرحمن قربانوف همچنین پیشنهاد کرده است که بندهای مربوطه قانون که عنوان جویان را از خدمت آزاد نمی کند اصلاح کرده شود، چون که مناسبت نسل کلانسال و جوانان را از علم و تحصیلات عالی دور می کند. در واقع بعد قبول قانون نو درباره عهدهداری حربی اکثریت فکر میکردند که ابلاغ و یا جلب مجبوری جوانان به ارتش دیگر با همین کم می شود، ولی برعکس سال گذشته از این مثلا داغ‌تر شده بود. بله، تشکر برای صحبت فراگیر. و بینندگان عزیز، این صحبت الوهیده در کانال آزادی ویدیو نشر می شود. ضمناً خبر نوبتی نیز مربوط به ارتش است. یک سرباز توجیک رو که در قسم حربی در شهر پنجکند ادای خدمت میکرد با زخم تیر در بیمارستان بستری کردند. معلوم نیست که بزرگمهر یولدوشزاده 20 ساله از نویه همدانی چگونه به این حال افتاده است. مقامات حادثه را توضیح نمیدهند. نیسا یولدوش و مادر بزرگمهر به رادیو آزادی گفت حادثه شب 30 دکبر سال 2021 رخ داده است. با نقل پیوندانش بزرگمهر داوطلبانه به خدمت حربی رفته است. مرگ سربازان در ارتش تاجیکستان مسئله نو نیست. دفتر آزادی‌های شهروندی، یک سازمان حامی حقوق سربازان، میگوید از سال 2015 تا سال 2019 به آنها حدود 10 مورد مرگ سربازان در قسم‌های نظامی آشکار شده است. رو میاریم به موضوعهای دیگر. یک شیوه معالجه نشمندان و یا معتادان مواد مخدر در افغانستان بحث برانگیز شد. در این کشور که بیشتر از 3 میلیون نفر گرفتار این درد هستند، طالبان صدها نفر را برای معالجه به زندانها انداختند. مردم و طبیبان میگویند زندانی کردن آنها، یعنی یگان بانگی و تریاکی و استفاده برنده هروئین، هیچ نتیجه نمیدهد. خبرنگاری رادیو آزادی چند روز پیش به دیدن معتادان به یک زندان قندهار رفت و این گزارش را فرستاد. همه این مردم زیر یک بام معتاد یا نشأمند هستند. اینجا هم زندان مرکزی قندهار است. بعضی ها اختیاری آمدند، تعداد دیگر را به زور آوردند. هدف از این بند و زندان به گفته طالبان رهایی از نشأمندی است. 95% اینها معتادانی هستند که در قبرستان ها، کنج و کنار شهر، کنار راه ها میخوابیدند و 3-4 روز هم نان نداشتند. 2 هفته را در ناحیه ارغنداب گذراندم. حدود 1 ماه می شود که اینجا هستم. کسی که میخواد ترک کند میتواند. به گفته مسئولان پیش از برگشت دوباره طالبان حدود 2500 کس از جمله صدها طالب در اینجا زندانی بودند که آزاد شدند. حالا در کنار نشأمندان 150 تن دیگر برای جنایت‌های گوناگون در این زندان نگه داشته میشوند. هرچند این گونه شیوه معالجه معتادان را تنقید کردند، اما مسئولان طالبان میگویند که کارشان درست است. برای معتادان استادانی را تعیین کردیم که با آنها گپ میزنند، آگاه میکنند. طبیبان هر روز آنها را میبینند. اگر ضرور شد شفاخانه میبرند. به شفاخانه نشأمندان هم میفرستیم. بر اساس آمار حکومت پیشین در افغانستان بیش از 80 مرکز درمان نشأمندان وجود داشت. شماری از آنها غیر حکومتی بود که اکنون مشکلات فراوانی دارند. بر اساس یک تحقیقی که 6 سال پیش یک سازمان دولتی امریکا در افغانستان انجام داده است، بیشتر از 3.9 میلیون شهروند کشور معتاد مواد مخدر هستند. آماری که طالبان هم روز 1 ینور در یک نشست خبری تکرار کردند. و ساکنان دهه بلاسور ایران 2 کودک را در پهلوی جسد مادرشان در مرز میان ایران و ترکیه پیدا کردند. چندین رسانه ایرانی و ترکی به نقل از مسئولین گزارش دادند که یک زن افغان که نیت داشت به طور غیر قانونی به ترکیه برود، بر اثر سرما جان باخت و 2 فرزند 8 و 9 ساله او زنده ماندند. بینندگان عزیز، فرصتی برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاری‌های دیگر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی گذاشته می شود. فردا سرخط رویدادها تقدیم شما ایزان می گردد و در خدمت شما قرار می گیریم. خود را احتیاط کنید.